الرحمن الرحیم یا رب العالمین یا حبیب قلوب الصادقین اللهم صل على محمد و آل محمد فأجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى أتمتع فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب اگه میشه یکم جمع‌تر بشینید یا صاحب الزمان یه اطرافیان جلو جایگاه خواهش میکنم به احترام امشب خدا خیرتون بده یا صاحب یا صاحب اسم امام زمان مردیم از جای بلند شو بیا جلو جایگاه یا صاحب زمان یا صاحب جانم یا صاحب همراهی کنید امشب جانم یا صاحب بحجت حق به انسجام ادرکنی مولای زمین و آسمان ادرکنی خیر است و مرا پناهگاهی نبود ای مهدی صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان انشالله یا صاحب کی گرفتار دعوت کن آقا تو یا صاحب جانم جانم یا صاحب الزمان السلام علیک یا السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا سفیر
سفینة نجات حسین فکر و ذکرم همه این بود که نوکر باشم فکر و ذکرم همه این بود که نوکر باشم عبد و دربان همیشه دم این در باشم فکر و ذکرم همه این که مجنون باشم مست دائم ز می ساحل کوثر باشم آقا جانم ابی عبدالله من همین یک دو سه روزه نشدم عاشق تو من همین یک دو سه روزه نشدم عاشق تو مبتلای غم عشق تو من از زر باشم آقا جانم پسر فاطمه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آور که گریان تو دلبر باشم قربون اسم تو آقا بشم شأن نام تو به روی لب من بودن نیست تو سلیمان و من مور محقر باشم عشق تو آقا جانم از کودکی تو سینم بوده پسر فاطمه آقا جان لقمه بده تا نزله بگیرد دهنم آتشی زن که چنان شعله من بر باشم آقا جان تو به دادم نرسی میروم از دست حسین مصطفی صدق ارباب که بهتر باشم به تو پناه آوردم کربلا هست مرا دست کسی بسپاری آقا جان اگه هرچی رو میخوای از من بگیری بگیر اما عشق از من نگیر همه چیم حسینه تمومه
زندگی مال حسینه. گر بنا هست مرا دست کسی بسپاری، بهتران است غلام علی اکبر باشم. حرف دل از میشم بر من که بی دعوت و سرخود نرسیدم به حضور، من سفارش شده حضرت مادر باشم. آقا مادرت منو دعوت کرده تو عزاخونه تو بیام آقا، بدون اجازه مادر سادات هیچ کدام از ما عزاداران ابی عبدالله نمیتونید براش گریه کنید، سینه بزنیم اشک بریزیم. خودش فرمود مادر سادات هر جا که اسم حسین ما ببرید خودم میام. میگه وجود نازنین حضرت زهرا میاد، دوتا آقازادم با خودش میاره، زیر بغلاشو میگیره. میدونید چه کار داره میاد تو مجلس حسین نشست، یکی یکی میگه خطاب میکنه اسمای نوکران و گریه کنای حسینش و صدا میزنه. علی آقا، حسن آقا، حسین آقا، زهرا خانم، فاطمه خانم، چی کار داره اومدی تو مجلس حسینم؟ امشب مگه شما کار نداری؟ امشب شب سوم محرمه، برای چی اومدی تو مجلس؟ کی دعوتت کرده امشب تو عزاخونه پسر فاطمه اومدی؟ فردای قیامت مادر زهرا میاد واسطه میشه خدا. اینا گریه کنای حسینم بودن، اینا تو محرم کارشون و زندگیشون و مالشون و فرزندشون رو رها کردن، اومدن تو مجلس حسینم گریه کردن. تا گریه کنای حسینم وارد بهش نشد من وارد نمیشم خدا. میگه روز قیامت وجود نازنین حضرت زهرا بدون واسطه با خدا حرف میزنه. یا زهرا من که بی دعوت و سرخود نرسیدم به حضور، من سفارش شده حضرت مادر باشم. مادرت داد به من درس حسین جان گفتن، مادرت یاد به من داد که نوکر باشم. همه ما افتخار میکنیم نوکر حسین هستیم، گریه کنه پسر فاطمه هستیم. به به امروز روز دوم محرم، امشب شب سوم محرم، آماده همناله بشین با ام المصائب زینب. اگه تا حالا اشک نریختی خودت آماده کن. وقتی امروز کاروان ابی عبدالله رسید به کربلا، یا ابا عبدالله اسم کربلا اومد، چه کشید امروز عمه سادات شاید به یاد اون لحظه وداع با حسینش افتاده باشه. امروز ابی عبدالله لحظه‌ای که دید مرکبا حرکت نمی کنن،
یکی یکی میگه عوض کرد، در کلاش باز دید حرکت نمی کنن تا بهش گفتن اینجا کربلاست. اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. خدا به تو پناه میارم. ابی عبدالله میگه امروز اومد آگر یک کنای ابی عبدالله، اونایی که یه هفته پیش 10 روز پیش منتظر امشب بودن تا پیرنمشی بپوشن برا پسر فاطمه گریه کنه ابی عبدالله باشن. کجای مجلس نشستی؟ نکنه بی حاجت تو مجلس باشه. هر کی حاجت امشب نداره بلند شه بره از مجلس. امشب شب سوم متعلق به نازدانه ابی عبدالله باب الحوائج ابی عبدالله. میگه هر کس به من در خونه این نازدانه حاجت گرفت و رفت. مگه میشه من و تو بچه شیعه که عشق امیر المؤمنین داریم، عشق حسین داریم، منتظر بودیم که امشب بیاد برای پسر فاطمه گریه کنیم، بی حاجت باشیم تو مجلس؟ آی حیاتی آی خادمی آی نوکرا، امشب هر کی حاجت نگیره تقصیر خودشه ها. برای امه کشلوی امام زمان امشب گریه. میگه ابی عبدالله امروز اومد بالای یه بلندی ساز خوب دل بده، به اهل و عیال و عشیرش نگاه کرد و گریه کرد. نمیتونه جلو زینب گریه کنه. امروز روز اولی بود که حسین اومد به کربلا. میدونید شکر ابی عبدالله امروز اول خیمه عباس رو بنا کرد، یعنی دل بچه های اهل حرم، دل زینب، دل رقیه غرص و محکم بشه. زینب تا عباس داری همین نداری. امان از دل زینب. خیلی امروز زینب گریه کرد. ابی عبدالله دید زینبش آنچنان داره گریه میکنه، اشک میریزه، اومد پیش خواهر. زینبم چرا داری گریه میکنی؟ یه نگاه کرد به صورت حسینش. داداش این چه سرزمینیه که بوی غم و جدایی میده؟ میدونید امروز زینب چی گفت؟ آی گریه کنه آی حضرت رقیه. زینب یه نگاه کرد به صورت ابی عبدالله، فرمود داداش بعد شهادت مادر دلم به بابام علی خوش بود، بعد بابام علی دلم به داداش حسنم خوش بود، بعد داداش حسن همه امیدم تو بودی حسین جان. مگه من با عبدالله ابن جعفر عهد نکرده بودم؟ آی عبدالله ابن جعفر اگه میخوای با من ازدواج کنی یکی از شرایط ازدواج من اینه که زینب باید هر صبح و شام حسین رو ببینه. زینب روزی یه بار باید صدای حسین رو بشنوه. امان از دل زینب. داداش این سرزمین بوی جدایی میده داداش. اما بریم امشب خرابه شاه. این روزه برای دیشب بود. خیلی ها از بیمارستون تماس میگیرن، پیام میدن انتراز دعا میگن در این داریم گرفتاری. میخوای امشب این نازدانه ابی عبدالله این 3 ساله با این دست کوچولوش که راههای بزرگ ما رو واکنه؟
میخوای امشب اونایی که کربلا نبودن کجا نشستن؟ اسم کربلا رو که میشنوی میسوزی ها؟ متوسل شد دست توسل پیدا کن به این آزاده. ایشالا یه همچین شبی همه با هم بریم تو حرم این 3 ساله خدا لعنتشون کنه. یا عبدالله بریم خرابه شام. السلام علیک یا بنت الحسین یا رقیه. هر روزه ای رو که میخونی باید اسم زینب باشه. بیخود نمون گفتن ام المصائب زینب، یعنی مادر مصیبت ها زینب که صبری خدا بهش داد. 54 سال زینب با حسین بود. نمیدونم این لحظات آخر چجور خدا حافظی کرد با حسین. تصور کن یه دختر بچه بهت بدن هی بهونه بگیره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر چی براش بیاری این آروم نمیشه، مخصوصا اگه یتیم باشی، مخصوصا اگه بهش یه قولی بده باشی. بگی دخترم گریه نکن بابات میاد. وقتی تو خرابه شام این دختر بچه بهونه بابا رو گرفت، عمه سالات دیگه چه کنه؟ همه مصیبات سر زینب دیگه. عزیز دلشه، عزیز برادرشه، باید آرومش کنه. یه زمان حالی داره وقتی تو خرابه شاه سر بریده ابی عبدالله رو آوردن. یا ابا عبدالله خود این نازدانه روزه میخونه. روزه از این جاسوس زد. بابا خوش اومدی بابا، ببینی دخترت خرابه نشین شده بابا. قربونت بشم بابا. بابا هر کی به مهمونی میره با پا میره بابا. بمیرن برا که با سر آمده دستت کجاست که بگیری ببر مرا. یا لطف کن بگیر ببر یا ببر مرا. بابا برگو چه کسی بریده رگ انجرت رو تیر بابا. بابا کی رگای گردن تو بریده بابا. برگو بکونه کی که نبوده بی پدر مرا. تو مختل نوشته بابا کی منو در کودکی یتیمم کرد بابا. آن سنگ دل که شیشه عمر تو را شکست. یا امام بابا ای کاش گشته بود تو زودتر مرا. بابا ای کاش گشته بود تو زودتر مرا. آن تارم که پر زدنم را کسی ندید. سیاد دون شکسته همه بالا پر مرا. اما این آزاده یه چیزی رو بود که همه اهل خرابه گریه کردن. بابا مرحوم عمه هستن اگر یه در حضور. بابا هر جا میرفتن عمم زینب سایه به سایه دنبال ما بوده
کیا گرفتار نمیشه، کیا حاجت دارن؟ بی حاجت گریه نکنی. اما این نازدانه میدونید گله داشت، بابا را که ندیده سر بریده رو براش آوردن. دختر باباییه، هر وقت به بابا میرسه با بابا درد دل میکنه. بابا نبودی ببینی محمد زینب چی کردن. بابا امانت زخم زبون مردم شام، امانت شام یاد بابا چی گفت؟ بابا شام یادده. چرا همه رو زدن؟ یا بهتر بگم بسوزی. بابا شامی آمدن. بابا همه رو زدن. هر کی حاجت داره دستشو بیاره بالا، هر کی داره کلمه عالی بدن، هر کی هر عشقی روش داره میشم یک قصر عشق ذخیره کنه برای شب اول نمرش. دستتو بیار بالا، همه یک صدا یا حسین. یا حسین دو چشمم در دل شب زینب شد از باران لبالم زینب. لب بابا لب من شد بوسه، رسیده جان بر این لب زینب. شب غم‌ها به سر آمد، سحر آمد که بابا از سفر آمد. رسیده از فراز دل به ویرانه، نهاده سر به زانویم غریبانه. وای حسین وای، حسین وای، همه گیان کنن. حسین وای وای، حسین وای، همه حسین وای وای، حسین وای حسین وای. سینامون خسته شده سه شبه. وای حسین دو چشمم در دل شب زندم. به دستتو بیار بالا، خجالت نکش. دو چشمم در دل شب زندم شد از باران لبالم زینب. شد از باران لبالم زینب. لب بابا لب من شوق بوسه، رسیده جان بر این لب زینب. لب بابا
حسین رسیده جان بریلم ام زینب شب غمها به سر آمد شب غمها به سر آمد سحر آمد سحر آمد که بابا از سفر آمد رسیده از فراز به ویرانه نهاد سر به زانویم غریبانه وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای جانم وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای کشیدم در دلم از روح جانها یا زهرا انشالله خراب شما ما که نبودیم حرام 3 ساله رو ببینیم انشالله با هم هیئتی ها بریم تو حرم سینه بزنیم کشیدم در دلم از روح جانها دل ما و نگاهش شامیان ها ببینم دل شده رو دیگم یه بیتو آدم یتیمی درد بیدر ما یتیمی از این شهر پر از زخم زبان بابا نبود ببینی چه کردن بابا منو اندوهی بیکرم منو اندوهی بیکرم امان از سنگ شامیان امان از شور خزرم وای حسین وای همه حسین وای حسین وای چشمم در دل شب ام زینم شد از باران لبانم ام زینم لب بابا لب من شوق بوسه رسیده جان بر این لب ام زینم شب سر آمد شب غمها به سر آمد سحر آمد سحر آمد که بابا از سفر آمد وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین جان میزبانم من میهمانی تو میهمانی
مسافر کربلایی میسوزم از درد این جدایی قرار قلبم کربلا ترانه جان خسته من هر لحظه هر دم کربلا یا زهرا چشمام شده شب شده پنهونی تو سینه شده زندگی حسین حسین یا مولا حسین از تو بیاره سینه بگو لا حسین حسین یا مولا حسین حسین همیشه دل بیقراره هوای شیش گوشه داره هوای شیش گوشه داره از این زمان خیلی ندیده داره نوای کربلا از این زمان خیلی گشتم نگردی اینجا نداره حال و هوای کربلا گشتم نگردی اینجا نداره حال و هوای کربلا چشمام شده بارونی عشقم شده بارونی تو سینه شده زندگی حسین حسین یا مولا 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 دلم سوزد برای تو پیش زینب در خیمگان آشفته گشت تو حالم میسوزم این عالم ای غیرتی دل بیمارم همه حسین حسین یا مولا حسین 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 حسین